ای بنده مگو زی منمنی ها سخنه، که از مال جهان بود نصیبت کفنه. دنیاست خراب قصر بنیاد مکن، به ثروت بی عدد دلت شاد مکن. این دم که تو زنده ای غم فردا خور، آباد بکن به حرف حق منزل خود. روحت ز تنت جدا شود وقت نیاز، دریاب تو قصر آخرت را به نماز. یعنی که بکش تا شود روح تو پاک، پاکیزه رود تن گران تو به خاک. هذا النور شفاء صدور. مبر از لذت دنیا حلاوت، که روز می شود آخر قیامت. بخوان 5 وقت نماز و ذکر خدا کن، که پیغمبر تو را سازد شفاعت. برو ای خواهرم در راه اخلاق، بسر کن جان من یک چادر پاک. که بعضی نوجوانان گرگ و مارند، ز دنبالت همیشه در شکارند. هذا النور شفاء صدور. دلا این عالم فانی به یک ارزن نمی ارزد، به دنیا آمدن بر زحمت رفتن نمی ارزد. اگر 100 سال در دنیا همه شهد و شکر نوشی، به آن 1 ساعتی تلخی جان کندن نمی ارزد.